بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نامهای الله متعال که در بعضی از احادیث وارد شده است ستیر است. ستیر به معنای پوشاننده، پرده پوش، یعنی اینکه الله متعال گناهان بندگان خود را می پوشاند. و پیامبر علیه السلام در حدیثی می فرمایند که در حدیثی که در ابن ماجه روایت کرده است و البانی آن را صحیح خوانده است، می فرماید که در بخشی از حدیث من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا و الاخره، کسی که مسلمان را، عیب مسلمان را، گناه مسلمان را بپوشاند، خداوند او را در دنیا و آخرت میپوشاند، عیوب را رسوا نمی‌سازد. بنابراین و نصوص دیگری نیز در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که مسلمانان را امر میکند که باید عیوب و گناهان بندگان دیگر خدا و مسلمانان را باید بپوشانند. یعنی مسلمان اگر بنده خدای پرده‌پوش است، خدای ستیر است، و همان گونه باید مسلمان باید گناهان و عیوب مسلمانان دیگر را بپوشانند، در صدد رسواسازی و بیاب ساختن و بیابرو ساختن مسلمانان دیگر نباشد. این بیابرو ساختن و بیاب ساختن و بیعزت ساختن اگر از طریق غیبت باشد، از طریق نشر فیلم و ویدیو در سوشل میدیا باشد و کلیپ ها باشد، عیبجویی باشد یا به شکل نوشتاری باشد، همه ممنوع و نادرست است. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اگر کسی مسلمان را عیب مسلمان را افشا بکند و آن را در صدد بیابروسازی مسلمان باشد، خداوند، مفهوم حدیث است که این اگر وی را در قعر خانه خود، در وسط خانه خود هم اگر باشد، خدا وی را رسوا می‌سازد. متاسفانه در سوشل میدیا، در رسانه ها می‌بینیم که بعضی ها با دیگران را عیبجویی میکنند، حد که حرمت میکنند، سطرشان را میدارند. بعضی فیلم ها و کلیپ ها و ویدیوهای یا شنیداری یا ویدیوهای تصویری را نشر میکنند، عکسای را نشر میکنند که در آن افعال غیر اخلاقی صورت گرفته است. اگر کسان این گناه را مرتکب شدند، طبعا دستگاه عدلی و قضایی وجود دارد که با آن مراجعه صورت بگیرد اگر دار باشد. اگر در قدم اول باید ستر شود، باید مسلمان عیب مسلمان پوشانده شود و مسلمان گویزد شود، به طریقه خوب نصیحت شود، توصیه شود تا دست از گناه و معصیت بردارد. اما رسواسازی، بیابسازی، بیعزت‌سازی مسلمان، داخل شدن به حریم خصوصی مسلمانان، نشر عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی مسلمانان، عکس با نیت بدنامسازی و رسواسازی، این حرام است، نادرست است و این از یک طرف غیر انسانی است، از طرف دیگر غیر اسلامی و غیر شرعی است، طرف غیر اخلاقی است و حتی با عرف جوانمردی و مروءتی که ما در جامعه خود در افغانستان الحمدلله آن را داریم نیز با آن مخالف است. بنابراین باید این روند متوقف شود. یعنی به هر هدفی که باشد، به خاطر مخالفت‌های سیاسی باشد، مخالفت‌های گروهی باشد، انتقام شخصی باشد، یعنی رسواسازی مسلمان، بیابسازی مسلمان در هر شکل صورت و به هر هدفی که باشد، این حرام است، نادرست است و باید کسانی که به هر نیتی که این کار را میکنند باید از آن جلوگیری بکنند. حتی به نیت این که بعضی مردم گمان میکنند که راه اصلاح است، اگر ما مجرمین را افشا بکنیم، رسوا بکنیم، این گمان میکنند که این درست است، اما این درست نیست. اگر قرار باشد که جرمی که اگر جرم خطرناکی باشد که باید جلوگیری شود، خب طبعا مراجع عدلی و قضایی در هر جای وجود دارد، با آن مراجعه صورت بگیرد. اما این را بر سوشال میدیا انداختن خیلی نادرست است، خصوصا اگر این کار از طرف کسانی صورت بگیرد که پلیس هستند، عسکر هستند و مسئول استخبارات هستند، در دستگاه از طرف دولت و حکومت گماشته شدند و آنها از کسانی که آن را مبرین ضبط قضایی هستند، آنها فیلم بگیرن، عکس بگیرن، بعدا این عکس را به رسانه ها درس بکنند، نشد شود. طبعا این یک جرم مضاعف است، یعنی که دولت و حکومت مکلف است که آبروی مردم را، حیثیت مردم را حفاظت بکند و اسرار مردم را حفظ بکند و متهم تا وقتی بری است که حکم محکمه بر وی صادر نشده باشد. بنابراین به این توجه شود و این امر باید متوقف شود و نشر این ویدیوهای مستهجن و غیر اخلاقی و این کلیپ ها و عکس هایی که به زندگی خصوصی مردم هست، این در زیر قایه وعیدی میاد که الله متعال میفرماید که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنیا والآخره. یعنی کسانی که فاحش را نشر میکنند، فحشا را نشر میکنند،
برای آنان عذاب دردناک است در دنیا و آخرت. بنابراین به این باید توجه داشته باشیم که خدا نخواسته در زیر این وعید نبیایم. الله متعال ما را توفیق نصیب بکند که مانند که بنده های خدای پرده‌پوش ستیر هستیم دیگر پرده‌پوش باشیم و هیچ کسی را اذیت نکنیم و آبرو و حیثیت مردم را صدمه نرسانیم.